دخترم تاج سرم، ای امید و باورم. تو مسیر زندگیم تنها تویی هم سفرم. دست تو آرام بشه قلب من عزیز من. تو مسیر سختی و تویی هم مسیر من. تو فرشته زمینی، تو برام بهترینی. تو یه نعمت الهی، یه قطره از خدایی. وقتی عشقت میریزه من میخوام که بمیرم. آخه مگه میتونم چشاتو گریون ببینم؟ سلام چوبای خوش آشنایی با آن مردمی دیده روشنایی. درود چنار دل پارسایان با آن شوق خلوتگاه پارسایی. سلام و درود بیننده های عزیز، تماشابینان عزیز شبکه تبریکاتی شهنان. امروز جماعی ما در یکی از آن طربخانه‌های بهترین آقسارای برای تبریک کردن امروز نوخانه‌داران عبدالخلیل و دلدار بانو آمدیم. امروز تبریکات را از نام مادر عروس که در مسافرت هستند از نام صلح‌آیتی آماده کردیم و همراه شمایان خواستیم به هم بینیم. با ما باشید. با شبکه شهنان ما آغاز میکنیم. رفتیم. من bir narsaga hayron qolaman hozir. Kim tabrik so'ziga chiqsa agar tojikcha tilda gapiryapti. Men bilmayman to'g'risi. O'zbekcha gapiryapman. Meni tushunyapsizlarmi ishqilib? Umringlar uzoq bo'lsin. Rahmat tushunganinglar uchun. Xo'jalikchi qayerda qarsiy so'rasam o'sha joyda qarsiy chalib beraverasizlar, xudo xolasa. Qarsiy chalgan qo'linglar dollar sanasan hamisha. Umringlar uzoq bo'lsin. Bilasizlarmi? Bu dunyoda yaxshi narsalar juda ham ko'p. Eng yaxshisini esa yaxshi insonlar saralab olishadi. Va albatta ayni daqiqalarda kelin-kuyovlarimizni eng baxtli kunida mana shu badiiy sahnamizga tashrif buyurishi ko'zda tutilgan qadrli aziz mehmonlarimiz tashqarida kutib turishibdi va ularni e'lon qilar ekanmiz. Bir narsani aytib o'tishimiz joizki, bugungi kunda albatta elimizda ayniqsa uzoqdagi yaqinlarni ajoyib tilaklarini xuddi o'zlarini nomidan qilib, ularni his qilib, ularni albatta baxtli kunlarni his qilib, ajoyib tilaklarini oqizmay, tomizmay, yaxshi tilaklarini o'z egalari sha'niga yo'llaydigan aziz ijodkorlarimiz tashrif buyurishgan. Agar malol kelmasa barchangizni Guldiroz qarsagingiz sadosi ostida badiiy sahnamizga Shahnon tabriklash agentligini taklif etamiz. Marhamat, to'ylar muborak bo'lsin. Ajoyib tilaylar bilan birgalikda bugungi kechamizni davom ettiramiz. Marhamat. سلام چوبای خوش آشنایی با آن مردمی دیده روشنایی. درود چنار دل پارسایان با آن شوق خلوتگاه پارسایی. سلام و درود بی پایان. السلام علیکم پدران، مادران عزیز، اصلزاده ها، مردمی سربلند و بار و ننگ و ناموسدار آقصای عظیم. هر یکی شما را به امروز عقد نکاحی عبدالخلیل دلدار بانو خیر مقدم خوش آمدتان میگوییم. هر یک قدم های مانده آمده شما عزیزان را بالای دیده میخوانیم. حالا باشد ما برای تبریک و نیت های نکو را رسانیدن برای صاحب تویان و شه و عروس آمدیم. میخواستیم به صحنه تکلیف کنیم حکیم مک را، پیر زایتی را، عبدالحمید مک را و البته حاجیانه را، تاج نیسانه را به صحنه تکلیف میکنیم. حالا جان عزیزی کلین پاشا امید خاله را میخواستیم به صحنه نزدیکتر بیایند. مرحمت. میخواستیم در این لحظه های فرصتی شادیانه آنها را تبریک کنیم. توی داری، توی خوشی با برار خواهم به تو، آبرو و اعتبار خواهم به تو. در راهی پرپیچ و تابی زندگی وقتی خوشی با برار خواهم به تو. پیش چشمت لاله سرخی بهار، سیری لاله در بهار خواهم به تو. السلام علیکم مادران عزیز از این طرف. پدران مرحمت، شما این را نیز تکلیف میکنیم. تویها مبارک باشد. مرحمت. تویها مبارک. حکیم محمد عبدالحمید مک تویها مبارک باشد. لحظه های خرسندی امروزه پیوند دل فرزندان را برای شما مبارکباد میگویم. خدا کند که امروزه داماد و عروس عبدالخلیل دلدار بانو خوشبخت باشند.
سال آینده برای امروز پدران عزیز از همه تحفه بی‌بهاترین میگویند از دانکش هم مغزش شیرین نبیره را تحفه سازد و با تولد شدن نبیره ها شمایان را تبریک کردن نصیب کند میگویم. امروز همه صاحب تویان را از نام مادر گلروس نازنین که در مسافرت هستند از نام صلح‌آبادی تبریک میگوییم. گفتند خوشبخت‌ترین انسانیم، خوشبخت‌ترین عائله هستیم که باز با چنین عائله ما رشته خداگری را پیوست کرده ایستادیم. خدا کند که دختر ما در آن خاندان دختر شده درآید و همیشه در خدمت سر و خوش‌طبعانی خود باشد، همیشه نامبردار باشد، از پیشش فقط فخر کرده گردید. خدا کند که سال آینده یک نه دو گوهره کلان برداشته رویم و در خانواده زیبا، در خانواده پرفیض داماد ما البته گوهره بندان شود. گفتند توی‌هایتان مبارک باشد. امروز از نام مادر گلروس نازنین به همه خویش و تباران و مهمانان امشب و تمام امشب حضورداران خیر مقدم خوش آمدید میگوییم که برای تبریک کردن امروز صاحب تویان آمدید. برای آن نفرانی که در خدمت این خانواده بودند، برای خالجان و عمجان ها هزار رحمت ها میگوییم. توی‌ها مبارک باشد. امروز پدران عزیز شمایان خوشبخت‌ترین انسان هستید که باز با همدیگر رشته خداگری را پیوست کرده ایستاده اید. همیشه حضور و حلاوت فرزند و حضور و حلاوت امروز داماد و عروس را دیده گردید. اینها مانند شمایان خوشبخت‌ترین عائله را برپا کنند و همیشه نامبردار شمایان باشند. میگویند پدر در تشنگی دریا، پدر در تنگی ها دنیا، پدر دارو، پدر درمان، پدر روشنگری دل هاست. پدر هم مشکل آسان است، پدر هم مرهم جان است. اگر خرسند کند ما را همان دم چهره خندان است. پدران عزیز حکیم امک توی‌ها مبارک باشد. عبدالحمید امک امروز بزم زیبای دختر را برای شما مبارکباد میگویم. حاجیانه در مسافرت هستند هزار رحمت میگویم که البته به ویژان عزیز خاندان شده با یک نازکی با یک مهربانی نبیره را با وی رساندید. من امروز صاحب بخت کرده ایستاده. البته پیروزیت رشته های خداگری هزار ساله ها باشد و همیشه در لحظه های خرسندی شمایان را شاد باش گفته تبریک کردن نصیب کنند. امروز می‌خواستیم کمی از شمایان اجازت پرسیده بهر عروس نازنین دلداربانه توی‌ها مبارک باشد. امروز شما را از نام پدرتان، از نام مادرتان، از نام عبدالحمید امک، از نام صلح‌آبادی که در مسافرت هستند میگویم دخترم بختم زرم بال و پرم، دخترم بختم زرم بال و پرم، معنی عمرم حیاتم اخترم. با لبی خندان و چشمی اشکبار میروی امروز ز درگاه و درم. یاد دارم کودکیت آن زمان دستی من بگرفته تازان می شدی، لیک از من دور فتاده ناگهان بر زمین افتاده گریان می شدی. دخترم لایق به همسر گشته ای، در بهشت عشق دلبر گشته ای. شکر می گویم ز درگاه خدا خطره از حوض کوثر گشته ای. البته حکیم امک در این لحظه های خرسندی میگویند چی آرزو کنیم آرزوها جامعه عمل میپوشیده است، زیرا که با یک مهنت های حلال دسترخوان تویانه را آراسته. خدا کند که فقط خاندانتان توی باشد. ما باشد میگوییم من تمنا میکنم این گل عروس مادر شود، آرزو دارم نخست فرزند او پسر شود. نامبردار عبدالخلیل گردد میانی مردمان، نامی فرزندی نخستین نامی پیغمبر شود. گفتگی ها یک قرصکی صمیمانه زنیم برای داماد و عروس. عبدالخلیل دلداربانو ماندن باشد، توی‌ها مبارک باشد. اگر امکان باشد شما را ناراحت نکنیم، عروس نازنین با اولین سلام ها به نزد پدر مادران عزیز نزدیکتر بیایند. عبدالخلیل شما باشد همراهشان یک شاهی امشبش را به نزد رضا پدر مادران نزدیکتر بیایید. مرحمت شما این را به صحنه تکلیف میکنیم. توی‌ها مبارک باشد میگوییم. مرحمت.
رو تا ببینم دست تو مرحبا آنجا میدم قبول کنید سوابهای دختر ناسنی را مرحبا تویی هم مسیر من تو فرشته زمینی تو برام بهتری تو یه نعمت الهی یه قطره از خدا مبارک باشد ایها مبارک لحظه های مصدر را مبارک ها ببینم آخه مگه میتونم حاضر باشد تو گریه از نام مادرشان از مسافرت دلدارا بانو از نام مادری مهربان شما را تبریک میگویم از نام صلحیاییتی و البته گلدسته زیبا داریم پدری عزیزتان که شما کلیدی در جنت هستید بهر پدر مادر خداشان گلدسته زیبا را برای شما میسپارند مرحمت گلها را نزدیکتر میبیاریم برای امروز عروس نازنین عبدالحمید عمر پدری عزیز خداشان میسپارند مرحبا مبارک باشد خیلی مبارک لحظه های خرسندی را مبارک باد میگویم عبدالخلیل مانده نباشه خوشبختترین عائله را برپا کنید خدا کند که پدر مادر از پیش شما فقط فخر کرده گردند نه تنها آقسای و سمرقند جمهوری ازبکستان و یکی از عائله های مستحکم عائله های نمونوی را برپا کنید خدا کند که همراهی پدر مادر یکجای به زیارت کعبة الله نصیب کند از نام اهل عائله‌تان برای شما البته کتاب قیمت بهاترین که با نام کتاب قرآن است مهمانان چقدر قرصک زنه برای شب عروس می‌ارزد پایها مبارک باشد مرحمت کتاب را پیشکش می‌کنیم مرحمت مبارک باشد و از نام مادری عزیز از نام خواهرتان دلناز زاهدی دلیل پاسا قبول کنید دستمانه تیلا را تویها مبارک باشد مرحبا وقتی مامان پسر امروز شهنشاه از پدرجانش دعا گشته و پهلو دختر چون من پدرجانش دعا گشته شما عاقل شما فاضل شما روشنگری منزل برای حرمت دو دل پدرجانش دعا گشته یک دعا کنیم دعای نیکی پدران به یگان شم و شبهه و درگاه خداوند مستجاب میشود مرحبا ایلم بخماق شدم ایلم سطح دادم خوش آمده همتون رحمت تشکر عبدالحمید عمر مرحبا خوشبخت حاجی آمد تویها مبارک مرحبا حالا السلام علیکم دورای و خلیل جان رو از تمام صمیم قلبی همین جمدگی ها خشده برو تبریک مبارکات میکنم الهیم این سال همیقاتی توی گوهر آوردانش همین اکاتون همین جده حضور داشتگی باشید خوناشون و اومدگی اکاتون تشکر بخشفند دانگی اکاتون از آن رحمت تشکر میگوییم جای خواهر را برای نشان دادن از فدراسیون روسیه از دوشنبه عظیم خاله ها خواهران آمدند حاضر باشد میخواستیم امیدوارتی یک تبریک کنند مرحمت السلام علیکم همکاران عزیز خوش تبارک همه ما معلوم است که امروز توی در خاندان افا بوچا و در خاندان حکیم اکا فیروز افا یکی کیلون یکی دختر قبول میکنند یکی پسر قبول میکنند دویم خواهر جان دادر جان دویم خوشبختترین انسان ها شویدان در همین زندگی سه چیز را اگر باور کنیدان هیچ وقت در پست و بلندی ها بازار نمیبینیدان چی از اون سه چیز؟ آن چیز یکی باوری یکی حرمت یکی محبت همین که در انسان در همین قلب شما باوری با یکدیگر باشد حرمت خودش و پیش شما میدود میبیاد و محبت آغوش میگیرد شما رو
ҳамин се чиз ки дар қалб ҷой гирад, ҳеҷ вақт шумо дар пасти баланди зиндагӣ ки дар ин пасти зиндагӣ, пасту баланди зиндагӣ ҳамавақт аст ва шумо ҳеҷ вақт дар ин пасту баландиҳо озор намеёбед. аз даргоҳи худованд ҳаминро хоҳиш мекунам ки ҳамеша дар лабонатон табассум бошад. илоҳим хонаҳои шумо ҳамеша пур аз хандаву хушиҳои ба монанди дилдорабону фақат хандида мегардад. дар он ҷо ҳам равад фирӯза апама модар қабул шуд, гарчанде модарат вақтинча дар роҳи дур аст, вале фирӯза апа модарат мешавад. раҳмат баед. ҳазор раҳмат, ташаккур мекунем. албатта модари азиз Калим Пошо ба пои қадам биёяд. ҳар бор хонадон ба аз тӯю маърака ҳало кушта омадан ба бимулоҷон хуш омадед, чойи кабуд ми чойи сиёмифта атрофатон ба парвона шавад. ҳар сол якта набера барои шумо тӯҳфа созад. марҳаматата табрик кунед. ассалому алайкум меҳмонон, мезмонон, кашфаворо, худаҳо, ҳама якотон хуш омадед. این بچه که من الهیم خوشبخت باشم، همسرش کتی هر دیگرش خوشپیل شوم، خوشبخت باشم. من از خدا همینه میطلبم که فقط بچه من حرمت کند و عزت کند. من به همین دولت کلام پیش پای قدم همین کلام کتی من از نیوردار دختر نیوردار شدم. دختره که همین با پای قدم شوم، من کلام نه دختر قبولت میکنم. الهیم همه خیلی فقط دخشبندی گردی. خوش آمدی دخترکم، خوش آمدی. ҳазор раҳмат. абдухалил ба назди падар наздиктар меистем. Калим Пошо ба назди модарон наздиктар меистем. шуморо дар инҷо оператори мо навбат доранд ки ба акс бардоранд марказ бостед. мо бошад аз ҳунармандони хушовози имшаба хоҳиш доштем ки сурудҳои рақсӣ сароянду имшаба меҳмононро ба рақс хурсандӣ даъват кунем. биҳем навбат ба рақсу бозӣ акнун шаби маърака зебову гулгун бихон ҳофиз суруди ошиқона ба мақсад мерасад лайҷию маҷнун. марҳамат, беҳо муборак бошад.
بیننده های عزیز، امروز ما داماد و عروس امشب را عبدالخلیل دیلارابانو را در جشن زادروزشان در روز میلاد عمرشان تبریک کرده لحظه های خرسندی امروز شب عشق و عاشقی را همراه شمایان به هم دیده. با ما باشید، با شبکه شهنام سلامت باشید.